سب گاهشون من اسکین هستم. خیلی خوش اومدید آقا به این ویدیو. امروز این ویدیو خیلی خفن داریم از پارت اول آنباکس این وسیله، این میکروفون یقه‌ای بسیار خوشگل و جذاب. میبینین که این میکروفون رو قراره امروز آنباکس کنیم براتون به این خوشگلی. قراره توی ویدیو بعدی با کیفیت ویدیو بالاتری براتون ویدیو رو بذاریم. و این چاقو آشپزخونه آوردیم که چسب باز کنیم و حالا چاقو آشپزخونه. و خب اینجا نوشته TB2. حالا اگه شما ببینید تصویر، آره TB2 نوشته و اینجا نوشته لایف شو اینترویو. حالا نمیدونم درست میگم، بلاگ شورت ویدیو هم داره، خیلی خوبه. اینجا نوشته راز انگلیسی خوب نیست، ویلیس لایت. حالا دیدم چی نوشته ولی نکنه خودتون دیگه. اینو نوشته و حالا اینجا کلی چیز داره برای عشق شما، برای اینکه شما که دارین ویدیو نگاه کنید از این ویدیو لذت ببرید، با عشق ویدیو نگاه کنید. صدا من خوب باشه. الان که این صدا پخش میشه قراره اینجا آکوستیک بگیریم به زودی ویدیوشو بذاریم برای شما. فعلا ما اینو گرفتیم، آنباکسشو قراره بریم سراغ این ویدیو خیلی خفن. Here we go. خب رفقا بریم برای باز کردن این محصول بسیار خفن. خب ببینیم چسبشو، اگه چسب داشته باشه که با چاقو میریم. خب بذاریم ببینیم من کجا باید باز کنیم. خب بذار به اینش که میره و این میبینی که کار جذاب و خفن. دوتا میکروفون هستش که بنازم آقا، بنازم تا رو نگرفتم. میکروفون یقه‌ای اولین بارم هستش دوستان. به بزرگی خودم ببخشید اگه بلد نبودیم. خب فکر کنم این شارژرش باشه. حالا میذاریم. خب آقا رفقای گل، اینو بس کردیم و ادیتور براتون کات زد این ویدیو رو و ناکنین. الان من صدا خیلی خوب میپیشه دوستان، لذتش رو ببرید. قراره عزیمت با این میکروفون قراره کلی ویدیو خفن بگیر. قراره کلی ویدیو خفن بگیریم نکنه. قراره کلی ویدیو خفن بگیریم. اینم از دومین میکروفون. میبینین که این خوشگلی و زیبایی آنباکسش کردیم. اینم از جعبه خالیش. دوستان قراره کلی با این میکروفون ویدیو خیلی خفن بذاریم، مخصوصا ویدیو کالاف، ویدیو مایکرافت با هر چی دیگه. قراره یه لپتاپ هم بگیریم آنباکسشو حالا چند وقت براتون بذاریم. مدل از این لذت برده باشید. بذار یه بار دیگه بگیم خدایی، این شروع ویدیو رو. سب گاهشون من اساس گیمر هستم. خیلی خوش اومدین. به عجب صدایی خدایی عجب صدایی داره. من خدایی کیف کردم باش، بهمون ننداخته بودن. بله دیگه، امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو. تا یه ویدیو دیگه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.